زلفیه حسنووا ادبیاتشناس و ترجمان تاجیک روز 9 اپریل سال 2023 در شهر دوشنبه در سن 87 از عالم چشم پوشید. در این مورد در فیسبوک ژورنالیست عادل ناظر خبر داد. زلفیه حسنووا 7 دکامبر سال 1935 در بخارا به دنیا آمده رشته فیلولوژی دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. بنا به اطلاع عادل ناظر بلافاصله بعد ختم دانشگاه زلفیه حسنووا به صف شاگردان ادیب و ادبیاتشناس شناخته رسول هادی‌زاده پیوسته در محیط علمی پژوهشگاه زبان و ادبیات به نام رودکی به کمالات علمی رسید و دایر به ژانر اپیستولیاری یا نامه‌نگاری در ادبیات کلاسیکی رساله نامزدیش را دفاع کرده است. اما زلفیه حسنووا در محیط علم و ادب تاجیک بیشتر همچون ترجمان شهرت دارد. عادل ناظر می نویسد او از نفران انگشتماری بود که آثار ادیبان و عالمان تاجیک را به زبان روسی ترجمه میکرد. بیشتر در ترجمه متن‌های کلاسیکی مهارت پیدا کرده بود. آثار علمی را نیز در سطح عالی ترجمه میکرد چون زبان روسی را با همه نازکی‌هایش میدانست. هنگام ترجمه روح متن فارسی را به زبان پوشکین واضح بیان میکرد. اکثر آنهایی که آثار فارسی تاجیکی را به زبان روسی ترجمه میکردند زبان ما را نمیدانستند و از روی ترجمه سطر به سطر این کار را به سامان میرساندند. برتری ترجمه های زلفیه حسنووا در آن است که وی میراثبر زبان محلی و داننده خوب زبان ترجمه شونده بود. یکی از ترجمه های شاکار او ترجمه اثر شاکار عبدالرحمن جامی به ارسطان بود که آن را زلفیه حسنووا هنوز در زمان شوروی به زبان روسی ترجمه کرده است. عالمان تاجیک که از هنر بلند ترجمانی زلفیه حسنووا آگاه بودند ترجمه رساله های خود را به او باور میکردند. همین است که سالهای آخر بیشتر رساله ها و فشرده های نامزدی و دکتری در بخش فیلولوژی، فلسفه، تاریخ و پداگوژیک را زلفیه حسنووا ترجمه میکردند. شنیده بودم که مرحوم خدای شریف زاده به شاگردانشان تاکید میکردند که رساله هایشان را فقط زلفیه حسنووا ترجمه کند، زیرا ایشان به خوبی درک میکند که این بانوی حلالکار کار را با صفت بلند به انجام میرساند. نوشته است عادل ناظر.